درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل. گفتار 30. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. صدرالدین عینی در دوام عمر خود تمام تلخی و دشواری‌های طاقت فرسای حیات بخارای امیری، جوش و خروش سالهای رولوسیا را از سر گذرانیده، نهایت نویسنده، شاعر و عالم زبردست گردید. او از طلبه مدرسه قدیمه تا مقام پرزیدنت اکادمی فنهای ریسپوبلیکای سوویتی سوسیالیستی تاجیکستان راه پرمشقت ولی عبرت انگیز را طی کرده است. پاولوسکی. صدرالدین عینی در پویست و رمانهایش قسمت تاریخی خلق خود را که منفیت وی با منفیت تمام رنجبران عالم موافق است تصویر کرده است. این است که غمخواری عینی را نسبت به خلق تاجیک همچون غمخواری نویسنده بزرگ به محنتکشان تمام جهان فهمیدن لازم است. محمد آسیمی. افضل مخدومی پیرمستی بخارایی، وفات 1334 هجری. از تذکیره منظومه صدر ضیای بخارایی. افضل تاییده دانترین شعرای عهد آخرین است. در میدان خلیایی دعوای بیدلی نمی براید. نظم و نثر را به غایت روان و ساده می سراید. به فرمایش امیر عبدالاحد تذکرة الشعراء مشتمل بر تراجم حال معاصرین نوشته 1303 تا 1322. هرچند بنابر خاطر امیر در این کتاب شعرا را صریحاً تنقید نکرده، سر و سقط را در یک قطار جلوه داده است، مع ذالک به ادبای معاصرین به سبب احیای نامشان منت بزرگ نهاده است. نمونه از تذکیره افضل. در مورد ذکر اسیری خوجندی می نگارد. اسیری نامیش تاشخواجه است و مولیدش به ولایت خوجند خلدمانند. پدر عالی گوهرش
از خواجگان حضرت میری دارالفاخره بوده، یعنی بخارا، که ترک وطنی مألوف نموده و رختی عزیمت به ولایت مذکوره کشیده. در آنجا متوطن و متأهل گردیده. موما الیه ممتاز روزگار است و عمده افاضل آن دیار. نظمش محتوی بر بدایع و نثرش منطوی بر صنایع. در غزل بی بدیل و در قصیده بی عدیل است. به هر سه زبان از عربی و تاجیکی و ترکی شعرها گفته و به مسقبی فکری رسا بس دورها سفته. افزن در سال 1334 روزی دوشنبه 12 ذوالحجه در قصبه کجدومک در خانه خود از تومن پیرمستی بخارا وفات کرده در آنجا مدفون شد. فقیر را در مرثیه و تاریخ وفات او چند پارچه شعر است که یکی از آنها را بر سبیل نمونه نقل می نماییم. قطعه افضلان شمع شبستانی سخن که از او بود محافل پرنور. بود از او بزم ادب با رونق، بود از او انجمنی فن به سرور. بود از او مملکتی فضل آباد، بود از او کشوری دانش معمور. در فضایل به قبایل معروف، در کمالات به عالم مشهور. صرف کرد از پی تحصیل کمال، کوشش و همت و جهد موفور. کرد اقسام هنر را حاصل، داد انواع فنون را به ظهور. آخر از خواهش تقدیر ازل، رفت و بگذاشت جهان را مهجور. زین مصیبت همه دلها پرداغ، زین علم زمره جانها پرشور. چاره صبر است اگرچه نبود، طاقت و صبر به این غم مقدور. بهر تاریخ وفاتش عینی، گفت دیوان غزل رفت به گور. مخفی مباد که هرگاه شماری دیوان غزل که 1108 است به گور که 226 است رود، یعنی جمع شود، حاصل می گردد 1334 که مطلوب است.
محمد امین حکیمی بخارایی. حالا در قید حیات است و پیشه طبابت مشغولی دارد. زبانی لاتینی و روسی را مع نوشتن آنها می داند. از تذکیره افضل. عالمی ای مه گرفتاری تو گویی نیست هست، یک جهان مفتونی دیداری تو گویی نیست هست. مهربانی با رقیبان قطع مهر از دوستان، این رویش ناخوش در اطواری تو گویی نیست هست. خوانده ای از بس ز خطی یار شرحی حاشیه، ای امین این درس تکراری تو گویی نیست هست. مما الیه نامی بعض دوا و بیماری ها را از زبان لاتینی به فارسی ترجمه کرده است. بدین واسطه به ادبیات طبی تاجیکی خدمتش سبقت نموده است. حبیب الله مخدوم اوحدی بخارایی. اوحدی تخمیناً 17 ساله بود که در سال 1334 شعر بردیف آفتاب نوشته به فقیر یادگاری داده بود. همان را در اینجا ثبت می نماییم. غزل. گردد چیسان به ماهی رخت همسر آفتاب، زین رو که نیست همچو رخت دلبر آفتاب. از شرم ماهی روی تو هر شام می کند، از جامه سیاه بسر چادر آفتاب. زان دم که دیده ماهی عذاری تو زین فعال، دایم همی زند به جگر خنجر آفتاب. عمریست بهر دیدنی ماهی عذاری تو، سازد گذر به هر سری کوی و در آفتاب. بی ماهی عارضی تو سریشکم روان شود، هرگه نظر کنم پی دیدن بر آفتاب. پروانه‌وار گردی سرت گشت روز و شب، زان رو گرفت روی جهان یک سر آفتاب. مگشا ز رو نقاب بر روزان که دایم است،
از بهر دیدنی تو به پشتی در آفتاب. گردید بنده رخ او اوحدی به دهر، باشد اگر به ملک فلک داور آفتاب. بعضی شعرای متأخرین وصفی سر تا پای محبوب گفتند، به این طریقه که از سر تا پا هر عضوی محبوب را به فرد یا رباعی توصیف کردند. اوحدی سر تا پای محبوب معیوب را به تأویل عیوب به خوبی در رباعی چند انشاد کرده است که در اینجا ایراد می‌یابد. در وصف محبوبی کل ای شوخ رخت زلاله مرغوب تر است، سر تا قدمی تو جمله محبوب تر است. گر کاسه سر نداردت موی مرنج، هر کاسه که بی موی بود خوب تر است. کوتاه قد هنگامی که قدت خرامان باشد، کوتاهی قامتت چه نقصان باشد. این بحر دلی ماست که تا بر عشاق، بوسیدن پیشانه آسان باشد. یک چشمه شوخی که بهاری زارتر می بیند، یک چشم بود گرچه ضرر می بیند. چون با همه اوست یک زبان و یک دل، زان رو همه را به یک نظر می بیند. به چشم گل افتاده شوخی که به فن دلبری استاد است، حسنش ز عیوب ظاهری آزاد است. در چشمش اگر فتاده گل عیب مکن، عکسی گلی چهرهش به چشم افتاده است. کور از غم مگر آفریده شد پیکری من، وا بر من و بخت و تالی و اختری من. پوشیده قضا گذاشت
هر دو چشمش، تا هیچ گهش نظر نیفتد بری من. الکن سقو. این مه که شکر از سخنش میبارد، لکنت به زبان او کجا جا دارد. شیرین بودش سخن ز بس چون حلوا، خاییده و مکیده برون می آورد. گنگ. گفتم اگر آن صنم سخن نتواند، زین وجه کسی طعنه زدن نتواند. از غایتی تنگی که دارد دهنش، زو هیچ سخن برآمدن نتواند. کر. گر گوشی گران دارد آن زیبا خط، حسنیست برای دل ما می باشد. تا بهر شنیدنی سخن آن دلبر، پیش آید و بوسه ها ز گوشش بدهد. داغدار. از داغ رخت که ماه مستر گردد، زین داغ چه خاطرت مکدر گردد. بر مه بودن تو داغداریست دلیل، تا ماهیت رخت مقرر گردد. داغ کنجیدک دار. آن شوخ که هست گلرخ و زیبا قد، آن نیست نشانی کنجیدک بر آن خد. این دانه تخم است که پاشیده قضا، بر چهره او تا خطی ریحان بدهد. کوتاه گردن. شوخی که میان گلرخان شهد لب است، شوری عجم است و فتنه جوی عرب است. کوتاهی آن بیاض گردن حسن است، یعنی که بیاضی موجز و منتخب است. کوتاه زلف.
آن زیبا قد جامی اوصافی نکوست. رویش نیکوست سروی قدش دلجوست. کوتاه بود زلفش اگر چون پسران، با که نبود چو کوتهی یک سری موست. از اوحدی ادبیات نوی تاجیک را امیدواری هاست. یک غزل انقلابی در ردیف سرخ در پیروی برادر لاهوتی انشاد کرده است که در قسم سوم این مجموعه درج خواهد شد. چشم و ابرو او دهانت دلکش است. روی مای چشم و ابرو او دهانت دلکش است. خد و بست و قبقب و خالی لبانت دلکش است. خد و بست و قبقب و خالی لبانت دلکش است. شکل ابرویت کمانم ما کمانت جان فضاست. تیغ مجگاه ند سنانم ما سنانت دلکش است. تیغ مجگاه ند سنانم ما سنانت دلکش است. پیش پس میلان کنیم قامتت بس دل رباست. هر طرف هم کردنیم و میانت دلکش است. الغرض سر تا به پایت کان حسنی دلبری است. نیست حاجت گفته اینت یا که آنت دلکش است. نیست حاجت گفته اینت یا که آنت دلکش است. روی مایو چشم و ابرو او دهانت دلکش است. شنونده های ارجمند، شما گفتاری سیوم رو از روی کتاب استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردانی گفتار شیرعلی نغزلی.